خوششانسی قوی ترین مهره این فصل داماشه. اونا تو 3 بازی اول جام حذفیشون با هیچ تیم بزرگی روبرو نشدن و حتی تو مرحله 1/8 نهایی هم تنها بازی مرحله رو برگزار کردن که تیماش تو سطح اول و دوم فوتبال ایران بازی نمی‌کنن. ضعیف‌ترین بازی جام حذفی تو ورزشگاهی برگزار شد که از خود مسابقه هم بی‌کیفیت‌تر بود. بازی امروز داماش گیلان و موقعیت تهران که تو ورزشگاه اطرسی باغشهر برگزار شد بسیار تو ورزشگاه برگزار شد داره کمبودهای فراوانی بود، مثل اینکه جایگاه تماشاچی‌ها رو شما مشاهده می‌کنید که جایگاه تصویربردار برنامه 90 هم بود و در واقع چادر زده بودن. حتی مدیر عامل مقاومت آقای گودرزی هم اونجا نشسته بود. در واقع چمن مصنوعی آبخوری که کنار دست بازیکن‌ها بود و تماشاچی‌ها برای خوردن آب تو این هوای گرم باید می‌اومدن کنار دست بازیکن‌ها قرار می‌گرفتن. سرویس بهداشتی که اصلا نداشت، در واقع نیروی انتظامی که حضور کمرنگی داشت و حتی پارکی هم که کنار دست ورزشگاه بود باعث می‌شد که خیلی از مردم حالا کودکان بیان اینجا دوچرخه‌هاشون رو تو خود ورزشگاه پارک کنن بیان بازی رو ببینن و اصلا خیلی کمبود امکانات تو این ورزشگاه موج می‌زد. بتونن به مرحله بعد صعود کنن. یک موقعیت در محوطه جریمه، فرصت برای بازیکنان مقاومت که این ضربه در چارچوب نیست. جناح چپ حرکت رو آغاز میکنه، تو عرض میتونه ضربه رو بزنه. حالا این کارو انجام میده که توپ رو میگیره هر جور است دروازه‌بان داماش و گل نشد. تو حالا تو پشت مدافعان فرصت است برای آل کسی در مقابل دروازه مقاومت. این ضربه و گل برای داماش گیلان. دروازه مقاومت رو باز میکنه آل کسی تا بازی 1-0 بشه. داماش اگه شانس داره از شانسش هم خوب استفاده میکنه. برای پورصف شکن ضربه رو حالا میزنه به سمت دروازه. این هم گل دوم برای داماش گیلان. بازی رو 2-0 پیش میفته در مقابل مقاومت. تنها نماینده احتمالی لیگ 2 میتونه حریف محبوب هر تیمی تو 1/4 نهایی جام حذفی باشه، مگه اینکه اونا بازی بعد لقب خوششانس رو با شگفتی ساز جابجا کنن. خدا رو شکر تونستیم نتیجه بگیریم. یه بازی خیلی خوب بود، هم ما هم مقاومت فوتبال بازی میکرد. الحمدلله حالا خدا کمک کرد، بچه‌ها زحمت کشیدن، ما نتیجه رو گرفتیم. تو بازی جام حذفی هر تیمی که اشتباهش کمتر باشه، بیشتر بود و بیشتر زحمت بکشه قطعا برنده داره. ما اشتباهمون کم بیشتر بود، تلاشمون مثل داماش نبود و برنده شدن. مبارکشون باشه، لیاقتش هم داشتن.